سلام، به یه ویدیوی دیگه خوش اومدین. امروز همراه شما هستیم با یه ویدیویی درباره حیواناتی که قدرت‌های عجیبی دارن. میگوی مانتیس. این میگو یکی از خارق‌العاده ترین موجودات کوچیکه که بسیار زیبا و رنگ هست. اما توی این فهرست ظاهر بدی داره. این موجود کوچولو دست‌های قدرتمند و فنرمانندی داره و میتونه مشت محکمی که با یک گلوله 5.6 میلیمتری برابری کنه. اختاپوس تقلیدکار. همونطور که از اسمش مشخصه، این اختاپوس توانایی خاصی در تقلید کردن داره. اما نکته‌ای که اونا رو شگفت‌انگیز کرده، شیوه انجام این کاره. اندازه این اختاپوس تا 6 متر میرسه. بنابراین اونا موجودات خیلی بزرگی نیستن. اما با همین اندازه مهارت‌های باورنکردنی دارن. یه تقلید معمولی برای این اختاپوس تغییرات رنگ، اندازه و ظاهر و رفتار رو به دنبال داره. هزارپای اژدها. احتمالاً شما هم مثل بقیه افراد توجه زیادی نسبت به حشرات ندارین. به خصوص این هزارپای اژدها. اونا هر اسمی هم که داشته باشن، بازم یه حشره سادن. اما یه نگاه به این موجودات بامزه بندازین. اونا با ظاهر باورنکردنیشون به رنگ صورتی گرم هم وجود دارن و توی حشرات گونه خوشبویی هستن. گفته شده که این اژدها بویی شبیه به درخت بادام داره. با این حال اونا شکارچیان مرگباری هستن و سمشون برای انسان بسیار خطرناکه. مورچه دامفک. همونطور که از اسمش مشخصه، این مورچه موجودی با فک عجیب و غریبه که در دو طرف آروارش قرار گرفته. این فک به قدری قدرتمنده که میتونه با سرعت 126 تا 230 کیلومتر بر ساعت بسته بشه. در واقع این مورچه از فکش برای دلایل غیر متعارف استفاده میکنه تا بتونه به فاصله دورتر بپره. تصور کنید فکتون با چنین قدرتی بسته شه و بدنتون رو چندین متر به عقب پرت کنه. و حالا فکر کنین که میتونین این حرکت رو کنترل کنین؟ سالمون. این نوع ماهی معمولاً به خاطر ارزش غذایی بالایی که دارن شناخته میشن. اما توانایی باورنکردنی دیگه‌ای هم دارن. برای اینکه بهتر این توانایی رو درک کنیم، بیاین یه نگاهی به زندگی ماهی سالمون بندازیم. اونا توی رودخانه‌ها متولد میشن و بعد از اینکه به بلوغ رسیدن وارد دریای آزاد میشن و دوباره برای تخم‌گذاری به بستر همون رودخونه برمیگردن تا این چرخی طولانی رو حفظ کنن. لایسان آلباتروس. آلباتروس‌ها پرندگان زیبایی هستند که به خاطر بالهای بلند و تواناییشون توی اوج گرفتن معروفن. اما آیا میدونستین که اونا استقامت خیلی باورنکردنی هم دارن؟ این پرندگان میتونن در طول روز تا ارتفاعی بیش از 500 کیلومتر پرواز کنن. یعنی چیزی بیشتر از یک پیاده‌روی 10 کیلومتری. لایسان آلباتروس میتونه مسافت‌های طولانی رو فقط با چند بار بال زدن طی کنه. گرکن دوست داشتنی. دوست داشتنی تعریف بدی برای این موجود به حساب میاد که جز شکارچیان طبیعت هستن و با رفتار شیطانیشون شناخته میشن. این گرکن با هر تهدیدی که در مقابلش باشه مبارزه میکنه و حرکت دفاعی مرگباری داره. پلاتیپوس. پلاتیپوس ها هم حیوانات عجیب و غریبی هستن. احتمالاً دکتر فرانکشتاین از یه پلاتیپوس برای هیولاهایی که میساخته الهام گرفته. اونا جز پستانداران رده‌بندی میشن. اما با این حال تخم‌گذار هم هستن. اونا دارای منقاری شبیه به اردک، دمی به بلندی سمور و اندامی پامانند هستن. میشه گفت هیچ موجود دیگه‌ای با توانایی مشابه پلاتیپوس وجود نداره. از اینکه تا پایان ویدیو همراه بودید سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتون.